به این افعال دقت کن. فعل اول بلش به معنی شروع کردن. حالا متضادش چی میشه؟ میشه خلص تمام شدن. فعل دوم عجز یعنی نتوانست. حالا فعل متضادش گدار توانست. فعل سوم رفت، متضادش میشه ایجه یا گاهی وقتا میشه ایه. ایه هر دوتاش به معنی آمد. فعل چهارم روح خطاب به آقا. حالا اگه خانم باشه میشه روح به معنی برو. متضادش میشه تعال بیا. فعل پنجم قبل یا وافق میشه قبول کرد. متضادش میشه رفض به معنی قبول نکرد.